پولسازترین مهارت حال حاضر ایران توی هر ساعت میتونه بین 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان درآمد داشته باشه و نیاز به هیچ گونه ابزار خاصی نداره، حتی نیاز به کامپیوتر هم نداره، فقط یه قلم و کاغذ و یکم فکر کردن. حالا اون مهارت چیه و ما چجوری میتونیم یادش بگیریم؟ قرار داخل این ویدیو کامل این مهارت رو بهتون توضیح میدم و بهتون بگم مراحل رسیدن به درآمد ازش چیه و اگر بخواید شروع کنین از کجا باید شروع کنین. چرا این مهارت بهترین مهارت حال حاضره؟ همونطور که داخل ویدیوهای قبلی راجع به مهارت‌های مختلف صحبت کردم، گفتم که مهارت‌هایی که با فضای مجازی حال حاضر ارتباط مستقیم داره و کمک میکنه بقیه به پول بیشتری برسن، یعنی بقیه کسب و کارها، خیلی در آینده ایران میتونه پولساز باشه. و این مهارت هم دقیقاً همین جوریه. یعنی الان تمام کسب و کارها، چه واقعی چه غیر واقعی، چه آنلاین شاپ‌ها، چه مغازه‌ها، چه هر چیزی، دارن وارد اینستاگرام میشن و دنبال اینن که رشد کنن و پول بیشتری در بیارن. حالا کسی که این وسط بتونه بهشون کمک کنه که پول بیشتر در بیارن، اون دیگه نونش تو روغنه. یعنی فکر کن کمک میکنی بقیه پول در بیارن، با پول بیشتر در آوردن اونا تو هم پول بیشتر در میاری، از اون ور بیشترم معروف میشی چون اونا دارن رشد میکنن دیگه. و بعد از یه مدت درآمد 100 میلیون 150 میلیون برات یه شوخی میشه. پیش نیازهای این مهارت چیه؟ ببین، پیش نیاز اصلیش اینه که تو کلا با اینستاگرام آشنا باشی. اگر آدمی هستی که اینستاگرام روی گوشیت هست، روزانه یه مدتی رو داخل اکسپلور میگذرونی، یعنی تو میتونی با این مهارت به پول خیلی خوبی برسی و خیلی راحت میتونی ازش کسب درآمد داشته باشی. چون فقط نیازی که یکم آشنایی داشته باشی با فضای اینستاگرام که ببینی مخاطبین اینستاگرام چیا رو دارن لایک میکنن و تولید کننده محتوا بیشتر دارن چی میسازن. مهارت نوشتن سناریو برای ریلز های اینستاگرامی، این یکی از بهترین مهارتاییه که واقعا هر جور بهش نگاه کنی پول کدوفتی داخلشه. الان من خودم این کارو انجام میدم و میبینم که خیلی داخل اینستاگرام دارن فعالیت میکنن. مثلا یارو سالن داره 2000 متر، فعالیتش رو شروع کرده، ریلز نمیتونه بسازه، درآمد ماهیانه 600 700 میلیون تومنه، ریلز نمیتونه بسازه، بلد نیست. خب طبیعیه این آدم پول میده یکی دیگه براش سناریو بنویسه. سناریو یعنی متن و داستانی که داخل هر ریلز اینستاگرامی و هر ویدیوی اینستاگرامی رخ میده. مثلا داخل سناریو نوشته میشه اول ویدیو فلان نفر فلان حرف رو میزنه، فلان اکت رو باید داشته باشه و بعد از اون هم طرف میره اجراش میکنه و ویدیو میره برای ادیت و به همین راحتی. یعنی اصل قضیه رشد اینستاگرام اینه که کی بهتر میتونه سناریو بنویسه. حالا درآمد از سناریو نویسی چطوره؟ ببین، الان اکثر کسب و کارهایی که وارد شدن خودشون از قبل درآمد داشتن ولی میخوان داخل این فضا هم رشد کنن، پس یه پولی تو جیبشون هست، میخوان که اون پول رو صرف این کنن که یکی بیاد براشون پیج رو رشد بده با سناریوهاش و در ازاش ازشون پول بگیره. یعنی با پول میخوان مهارت و وقت تو رو بخرن. اما مسئله که وجود داره اینه که چقدر واقعا پول میدن. ببین، سناریو نویسی مثل هر مهارت دیگه و مثل هر خدمات دیگه یه قیمت نرم نداره که مثلا من بگم هر سناریو همه جا این قیمته. سناریو نویسای من میشناسم که برای هر سناریو میگن 100,000 تومان و سناریو نویسای میشناسم که برای هر سناریو میگیرن 1 میلیون تومان و هر دوشون دارن سناریو نویسی انجام میدن. بستگی داره که خودت کجای کارت باشی، ولی مسیر رشدش داخل این ویدیو بهتون میگم. اما در کل یه میانگین بخوام بهتون بگم، هر سناریو بین 400 تا 600 تومان ارزش داره. یعنی 500,000 تومان میارزه هر سناریو. شما یه سناریو مینویسی و 500,000 تومان میزنی به جیب. حالا نوشتن هر سناریو چقدر وقت میبره؟ نوشتن هر سناریو معمولا خیلی بخواد وقت ببره 20 دقیقه طول میکشه. یعنی شما در ساعت اگر بشینید پشت دفترت و خوب فکر کنی، تمرکز کنی، توی 1 ساعت 3 تا سناریو رو میتونی بنویسی. و این 3 تا سناریو چقدر در میاد؟ اگر حتی تو 350,000 تومان هم بگیری در ساعت 1 میلیون تومان درآمد داری و اگر 500,000 تومان بگیری که خیلی نرماله، اصلا قیمت بالایی نیست، در ساعت 1,500,000 تا میتونی درآمد داشته باشی. حالا مسیر رسیدن به درآمدش چیه؟ من راجع به اینکه چجوری از مهارت دورکاریمون به درآمد برسیم قبلا توضیح دادم. یه ویدیو دارم کامل راجع به اینکه چطوری از خونه به درآمد برسیم. هر مهارت خونگی و فریلنسینگی ما داشته باشیم میتونیم ازش استفاده کنیم و به درآمدی که می‌خوایم برسیم. اما برای سناریو نویسی اگر بخوام مختص بهتون توضیح بدم، اینه که اگر میخوای سناریو نویسی رو انجام بدی، اول خب باید یادش بگیری، این که اصلا جای خود. حالا چجوری میشه یاد گرفت و داخل ادامه ویدیو بهتون میگم. برای اینکه از سناریو نویسی به درآمد برسی، اول کافیه وارد اینستاگرام بشی و به پیج هایی که میبینی خوب تولید محتوا نمیکنن پیام میدی. برای 4-5 تا پیج رایگان کار میکنی و بهشون میگی آقا من برای شما سناریو مینویسم، شما اجرا کن فقط. حالا قانعشون میکنی با تکنیک‌های مذاکره‌ای که
قبلا داخل ویدیو گفتم، بعدن هم بازم بهتون میگم. قانعشون میکنی که بیان برات این کارو انجام بدن، چیزی که تو میگی رو بسازن. بعد از یه مدت طبیعتا بین 4 5 تا پیج و 4 5 سناریو بر هر کدوم 20 تا چند تا پست خوب و میلیونی ساخته میشه، پستایی که ویوی بالایی میگیره و در نهایت باعث افزایش فالوورشون میشه و افزایش فروششون. جدای از این که همین 4 5 تا پیج هم مشتری تو خواهند شد بعد از اینکه پیجشون رشد کرد، همون موقع تو رو معرفی میکنن و این شرط رو همون اول باید باشون بذاری که من رو باید معرفی کنید، باید وقتی رشد کردین من رو یا استوری کنید یا هر کی سوال کرد بگید من این کارو براتون انجام دادم. سناریو نویسی از اونجایی که یک مهارتی که همه بهش نیاز دارن خیلی راحت پخش میشه. یعنی ادیت اینستاگرامی یه سری نیاز دارن، یه سری نیاز ندارن. فیلم برداری یه سری نیاز دارن، یه سری نیاز ندارن. کمپین نویسی یه سری نیاز دارن، یه سری نیاز ندارن. اما سناریو نویسی رو همه نیاز دارن. پس همه میپرسن چجوری این پستا رو میسازی و اونم به همه میگه ایشون برام میسازه و همه اگر پولش رو داشته باشن از تو خرید انجام میدن و بهتون میگن که بیا برای من سناریو بنویس و در ازاش پول بهتون میدن و این رشد خیلی سریعی داره. واسه همینه دارم میگم این مهارت بهترین مهارت حال حاضره، بدون هیچ اغراقی دارم میگم. این نیاز بازاره. تا 1 سال 2 سال دیگه شاید نیاز نباشه، ولی الانی که اینجا نشستیم با هم دیگه نیاز بازاره و اگر شروع کنی به یاد گرفتنش توی 1 ماه 2 ماه به راحتی میتونی به درآمد خیلی بالایی برسی. تصور کن اگر برای هر پیج که هفتگی 3 تا پست میذاره سناریو نویسی کنی، میشه هر پیج 12 تا پست، توی ماه میشه 12 تا پست. اگر تو برای 10 تا پیج هم سناریو نویسی انجام بدی با قیمت نرمال 500,000 تومان، میشه 120 تا سناریو در ماه که میشه حدوداً چقدر کار؟ چند ساعت کار؟ میشه حدوداً 40 ساعت کار در ماه، روزانه کمتر از 2 ساعت کار و درآمد 60 میلیون تومانی از سناریو نویسی برای روزانه کمتر از 2 ساعت کار. وای، نمیدونی چقدر این مهارت بی‌نظیره. این مهارت واقعا عالیه. حالا چجوری میتونی سناریو نویسی رو یاد بگیری؟ ببین 2 راه هست. یا اینکه یک آموزش رو تهیه کنی راجع به سناریو نویسی و داخل یوتیوب هم البته پرو سناریو نویسی و داخل منابع خارجی دنبالش بگردن. یعنی فارسی‌ها داخل یوتیوب حداقل به درد بخور نیستن، تو اینستاگرام به درد بخور نیستن. یوتیوب افراد خارجی رو نگاه کنی سناریو نویسی رو خیلی خوب دارن یاد میدن و این بی‌نظیره. یا میتونی یک پکیج آموزشی بگیری و 0% آموزش ببینی، ولی یه پکیج 2 پکیج واقعا کافی نیست برای یاد گرفتن سناریو نویسی که موفق بشی و به درآمد برسی. چند تا پکیج نیازه. ولی همون یوتیوب رو اگر تو ببینی کم کم شروع کنی، با درآمدت هی پکیجای بیشتر بگیر، هی آموزش بیشتر ببین و بعد از 1-2 ماه میتونی راه بیفتی. واقعا اونقدر سخت نیست اگر همونطور که گفتم داخل اینستاگرام چرخ زدی تا الان با این فضای ریلزا و اکسپلور و اینجور چیزا آشنایی، یعنی میدونی چه خبره اونجا. پس اگر سن کمی داری، حتی زیر 18 سالی و دنبال یک منبع درآمد داخل خونه هستی، میتونی سناریو نویسی رو از همین امروز دنبالش بری و این تضمین از سمت من داشته باشه که مهارت پولسازیه و در آینده میتونی ارتباطات خیلی خوبی بسازی و پول خیلی خوبی در بیاری. سناریو نویسی آینده بازاره. درآمد و پول خوب لازمش یه مهارت خوبه. اینم از یکی از بهترین مهارت‌های ایران. اگر بازم مهارت دیگه‌ای در نظرتون بود یا دوست داشتین بهتون بگم داخل کامنت‌ها بهم بگید و ویدئوی دیگر رو حتما نگاه کنید.